عشق ابدی آمریکا که به قتل خم شد. 15 اوت 2009 در بوئنا پارک، کالیفرنیا، پلیس یک چمدان را از سطل زباله بیرون کشید. داخلش پیکر بیجان زنی جوان بود، اما چیزی عجیب نظر مأموران را جلب کرد. دندانها کشیده شده بودند و انگشتها بریده شده بودند. قاتل می‌خواست هویت او هیچ وقت مشخص نشود. چند ساعت بعد راز این هویت با یک سرنخ غیر منتظره فاش شد. شماره سریال یک ایمپلنت، نام قربانی جاسمین فیوره، مدل محبوب کالیفرنیایی. مسنون اصلی رایان جنکینز، شوهرش و ستاره یکی از برنامه‌های واقع‌نمایی عشق ابدی آمریکا. جاسمین فیوره در سال 1981 به دنیا آمد. دختری زیبا، پر آنرژی و اجتماعی که از نوجوانی وارد مدلینگ شد. چهرهش در تبلیغات، رویدادها و مجلات پر زرق و برق دیده میشد. او به لاس وگاس رفت تا زندگی و حرفش را گسترش دهد، جایی که پر از فرصت و البته خطر بود. همانجا با مردی آشنا شد که زندگیش را برای همیشه تغییر داد. رایان الکساندر جنکینز، 32 ساله، اهل کانادا، مردی خوش لباس و خوش زبان بود. او در برنامه واقع‌نمایی میگن وانس میلیونر شرکت کرده بود. آشنایی آنها سریع و پرشور بود. تنها 2 روز پس از دیدار اول در لاس وگاس ازدواج کردند. اما پشت این چهره جذاب مردی کنترلگر و فشن پنهان بود. گزارش‌هایی از خشونت خانگی در همان ماه‌های اول ازدواج ثبت شد. اوت 2009 جاسمین برای شرکت در یک مراسم به لاس وگاس رفت. رایان همانجا بود، اما شاهدان دیدند که آنها بارها با هم مشاجره کردند. دلیل مشاجره پیامک‌های جاسمین با یک مرد دیگر که رایان را به مرز جنون رساند. تیمو گفت دوربین‌های مداربسته نشان دادند که جاسمین و رایان آخرین بار با هم هتل را ترک کردند. طبق گزارش پزشکی قانونی همان شب جاسمین خفه شد. سپس برای جلوگیری از شناسایی دندانها و انگشتانش بریده شد. جسدش را داخل یک چمدان گذاشتند و در یک سطل زباله رها کردند. اما ایمپلنت‌های سینه جاسمین با شماره سریال ثبت شده راز هویت او را فاش کردند. قبل از صدور حکم بازداشت، رایان با قایق از مرز به کانادا فرار کرد. سپس با خودرو تا شهر کوچکی به نام هوپ در بریتیش کلمبیا رفت. 27 اوت 2009 پلیس جسد او را در یک موتل پیدا کرد. خودکشی کرده بود. یادداشتی در اتاقش بود که بخشی از آن به ابراز عشق به جاسمین اختصاص داشت. قتل جاسمین فیوره شوک بزرگی به جامعه و رسانه وارد کرد. شبکه VH1 بلافاصله پخش برنامه میگن وانس میلیونر را متوقف و سپس لغو کرد. تحقیقات نشان داد شرکت سازنده برنامه در بررسی پیشینه جنکینز کوتاهی کرده و سابقه خشونت خانگی او را نادیده گرفته بود. پرونده جاسمین فیوره یادآور این است که عشق میتواند چهره‌ای تاریک و مرگبار داشته باشد. ظاهر فریبنده رایان، عشق و هیجان ازدواج آنی خیلی زود جای خود را به حسادت و خشونت داد. پیام این داستان روشن است. نشانه‌های خطر را نادیده نگیریم، حتی اگر پشت لبخندی زیبا و کلمات عاشقانه پنهان شده باشند. برای دیدن داستان‌های بیشتر همین حالا کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن.